که می‌خواستیم صبح زود این کار رو انجام بدیم. حالا می‌خوام از این به یه مطلب دیگه برسم. اون سه تاشون پیش هم خوابیدن. خب خیالم راحت بود. میدونستیم ما قطعاً بر نمیگردیم. یعنی بالای 99% برگشتی. لحاظ علم فیزیک و لحاظ سامانه‌های پدافندی مشخص بود که برگشت ما تقریبا صفر هستش. ولی ما اصرار داشتیم حتما این کار انجام بشه. و خدا هم به ما آبروی جهانی داد. من میدونستم خانومم میتونه انشالله این دوتا بچه رو بزرگ بکنه. صبح من یه نگاهی کردم سه تا پیش هم خوابیدن و یه نگاهی کردم و رفتم دیگه. بهشون هم نگفته بودیم. بیدارشان نکردی رفت؟ نه، چون که میدونستم بدتره اگر این اتفاق بیفته. یه نگاهشون کردم و میدونستم که دیگه رفتیم که دیگه بر نگردیم. الحمدلله که سالم سلامت بشه. ولی خب دوست داشتیم هر جوری که شده حداقل ذره‌ای از عالم این مادران این دانش آموزان عزیز، این فرشتگان سبکبال رو به هر قیمتی که شده کم بکنیم. جمله بدون تعارف کوتاه یه جمله به مردم. دل مردم آروم باشه که اون چیزی که تو فکر اوناست، اون چیزی که تو ذهن اونا میچرخه، اون چیزی که دنبال اوناست، نقشه‌های متفاوتی از اینجا در واقع مشخص میکنن که ما اینجا رو میخوام چی کنیم. هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد. هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد. مرسی. با غیرت دلاور مردانی مثل شما بچه‌های پای لانچر حتما هم همینطور خواهد بود. ما سربازان همه ایران هستیم و